ابو قدامه شامی یکی از مجاهدین نامدار و نام آور عصر و دوران خودش بود. به ابو قدامه شامی گفتن که ای ابو قدامه، ما میخواهیم تو که مجاهدی، تو که در راه اعلای کلمت الله جانفشانی ها کردی، ما ازت میخواهیم بهترین داستان عشق و دلدادگی رو برای ما تعریف بکن. در این میادین جهاد چی دیدی؟ با چشم سر چه داستانهایی، چه وقایعی به وقوع پیوسته برایمون بازگو کن. گفت باشه، من آنچه که دیدم رو با چشم سر دیدم برای شما بازگو میکنم. میگه من یک روزی به سوی میادین جهاد در حرکت بودم، به سوی سرحدات اسلامی. شبی از شبها من به روستای رقه رسیدم. یک روستایی بود. من شب شد، میخواستم شب رو اونجا استراحت بکنم. وقت نماز شد، نماز عشا، رفتم به مسجد، فرصت رو استفاده کردم، مسلمانان رو به جهاد دعوت دادم. بعد از این که مسلمانان رو به سوی جهاد تشویق کردم، به خونه خودم، به اون خونه‌ای که در نظر گرفته بودم برای استراحت برگشتم. در پاسی از شب، توجه بکنید سروران، ابو قدامه شامی میگه در پاسی از شب دیدم کسی در خونه من رو میزنه، در خونه منو. گفتم ای الله، من که اینجا غریبه ام، آشنایی ندارم، کی هست که در خونه منو میزنه؟ دیدم در رو باز کردم، دیدم سبحان الله یک خانم محجبه هست با حجاب کامل ایستاده. گفتم یا امت الله ما تریدین رحمک الله، الله بر تو رحم بکنه، چی میخواهی ای خواهر من؟ گفت همین که من این سخنانم رو گفتم، گفت که یا ابا قدامه انک قد دعوتنا الى الجهاد، من سخنرانی و موعظه تو رو در مسجد شنیدم. تو در خصوص جهاد مردم رو تشویق کردی، آیات جهاد رو برای ما تلاوت کردی، مردم رو برای کمک به مجاهدین تشویق کردی. انا امرأة لا استطيع الجهاد، من زنی هستم، جذبه جهاد دارم، شوق و انگیزه جهاد دارم، اما زنم، توانایی جهاد رو ندارم. لم اجد مالا ازودك به لتذهب به الى المجاهدین، من مال و سرمایه‌ای هم در اختیار ندارم. هرچه نگاه کردم ای خدا چی رو بدم به ابو قدامه که برای مجاهدین به عنوان تحفه ببره؟ من هیچ چیزی در بساط خودم نداشتم. فقطعت احسن ما فی و هما ظفیرتای، من نگاه کردم زیباترین چیز یک زن که گیسوهایش هستند، من گیسوهای خودم رو قطع کردم، بریدم، قیچی کردم تا اینها رو لعل الله تعالی اذا رأى شعری قید فرسک، شاید که خدا اینها رو ببر، گیسوهای منو ببر، یک تناب درست کن تا تناب رزمندگان اسلام در میدان جهاد باشه و الله اینها رو ببینه، موهای منو ببینه که مهار اسب مجاهدین هست و در رکاب مجاهدین منو وارد جنت بکنه. میگه یک بقچه ای رو به من داد. من صبح حرکت کردم به سوی میادین جهاد، از پشت سر دیدم یک کسی داره فریاد میزنه یا ابا قدامه، یا ابا قدامه. میگه من ایستادم ببینم که کی داره فریاد میزنه، پشت سرم رو نگاه کردم، دیدم یک نوجوان خوشقد و سیما، خوشقد و رعنا، 17 سالش هست. گفت که وایستا ای ابو قدامه. من ایستادم، همین که کنار من رسید گفت الحمدلله الذي لم يحرمني صحبتك ولم يردني خائبا الى اهلی، خدا را شکر که من ناکام به سوی خانواده ام بر نگشتم. ای ابو قدامه، من آمده ام که در رکاب تو با دشمنان خدا بجنگم. ابو قدامه میگه من پرسیدم ای نوجوان، بابات زنده هست؟ گفت نه ای ابو قدامه، پدر من پارسال در راه اعلاء کلمت الله جان به جان آفرین داده. گفتم مادرت زنده هست؟
گفت مگه مادرم رو نمیشناسی؟ گفتم نه. مگه مادرت کی هست؟ گفت مادر من صاحب همون بقچه هست که دیشب گیسوهای خودش رو به تو داده تا اینها رو مهار اسب خودت بکنی. من اومدم برای جهاد. گفت نوجوان برگرد که بهشت اونجا نیست، بهشت زیر پای همین مادر هست، برو اونجا بهشت رو جستجو کن. گفت نه، من برای برگشتن نیامدم. میدانی ای ابو قدامه، وقتی که مامانم منو میخواست به سوی جهاد بفرسته، مامانم منو در آغوش گرفت، دستانش رو بلند کرد، گفت الهی سیدی و مولای هذا ولدی ریحانة قلبی ثمرة فؤادی سلمته الیک. بار اله، این فرزند من، این لخت جگر من، این پاره تن من، این ریحانه عمر من، این ثمره وجود من هست، این رو به تو هدیه کردم، اون رو بپذیر. میگه مادر من به من گفته فرزند، ملاقات من و تو در دروازه جنت هست، برنگرد ای فرزند من. میگه مادرم منو فرستاده، منو بپذیر. ابو قدامه میگه من نتونستم این نوجوان رو برگردونم، با خودم بردم به سوی میدان جهاد. داستان مفصل هست تا اینکه لحظه آغاز نبرد شد. دیدم که همه دارند با فامیل های خودشون دست کله میکنن، بغل کشی و روبوسی میکنن، خداحافظی میکنن، چون میدان جنگه. اما دیدم این نوجوان نقاب در چهره گرفته، کسی رو نداره که با او روبوسی و بغل کشی بکنه. من رفتم گفتم ای پسر نوجوان، خط مقدم ایستادی، اینجا جولانگاه رزمندگانه، تو تا به حال در میادین جهاد نیومدی، اینجا شوخی بردار نیست. گفت ای ابو قدامه، مادر به من توصیه کرده لا تولهم الادبار، پیش روی کن، به عقب بر نگرد. من به عقب بر نمیگردم عمو جان. میگه نبرد آغاز شد. بعد از پایان جنگ همه سراغ عزیزان خودشون رو گرفتند، سوی مجاهدین میرفتند، سوی اجساد شهدا میگشتند. اما من دیدم از اون نوجوان خبری نیست. من خودم بلند شدم، گفتم بروم سراغی از اون نوجوان رو بگیرم. در میان اجساد میگشتم، دیدم کسی از پشت سر فریاد میزنه ایها الناس ابعثوا لی عمی ابا قدامه، عموی منو پیدا کنید. دیدم کسی با آخرین سخنان خودش با شدت داره، با سختی داره صحبت میکنه، میگه عموی من ابو قدامه رو پیدا کنید. من دیدم سبحان الله اذا هو یتیم ملقا فی الصحراء. دیدم این نوجوان همون یتیم نوجوان مرد هست که در وسط میدان نبرد افتاده. رفتم پیشش، گفت که ای ابو قدامه، این آخرین نفسهای من هستند، خواهش میکنم که به توصیه من گوش کن. اقسمت علیک، من به تو قسمت میدم ای ابو قدامه، از اینجا که برگشتی نزد مامانم در رقه برو، به مادر بگو مادر جان ان الله قد تقبل هدیتها. به مادر بشارت بده، به مادر مژده بده که الله هدیه تو رو پذیرفت. ای ابو قدامه، من خواهر 9 ساله‌ای دارم. وقتی که من از منزل بیرون می شدم، این خواهر کوچک من دل در سینه نداشت. همیشه به من می گفت داداش جان، پدرم که پارسال رفت، تو رو به خدا زود برگرد به خونه. اون خواهر من چشم انتظار منه، همیشه منو میبوید، چون من بوی بابا رو براش میدادم. به اون خواهر من بگو الله خلیفتی علیک. من رفتم
اما خدای من جانشین منه. دوستان اینها داستان های عشق و دلدادگی به الله هست. برای دین الله به خدا چه قربانی هایی که مردان خدا ندادند، اما ما امروز دین الله رو رها کردیم. الاسلام بدأ غریبا و سیعود کما بدأ غریبا. امروز اسلام مانند صدر اسلام غریب و بیکس شده. بیاییم امروز که اسلام یار و یاوری نداره با عشق فریاد بزنیم و سربازان دین الله قرار بگیریم.